دهارا چی گفتن استاد؟ مزار شریف است. معنای این قشلاق گویا قبر عزیز. همین عزیز کیست؟ همین بزرگوار خواجه محمد بشارا. این شخص یکی از بزرگترین راوی حدیث بودن، محدث حدیث بودن، استاد حدیث بودن. چنانچه امام البخاری، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجه، امام مالک چندین اولیایی که در عالم اسلام گذشته هستند، اینها استادش محمد بشارا است. برای شخصیت بزرگی اولیا محله مزار شریف نام دارد. برای بزرگی اولیا در دو دوره این بنا ساخته شده است. قسمت اولش عصر 10 و 12، قسمت آخرش عصر 13 و 14. این قسمت اول. این قسمت آخر. در آخر بعد بسیار با هنری عجایب این چیزای ساختگی. این طرز خطاطی، نوشته جات، کنده کاری، آرایش از همون زمان باقی مانده. این یک نمود خط. نام این خط نسخ است. از طرف راست سر میشد و طرف چپ تمام میشد. اگر درون این خط بسیار چیزای عجایب است. اینجا نشانه اسلام ماهی نو. ماهی ما میگیم لقمه حلال لقمه پاک است. بعد میبرد بالا که این سال این چیزا داشت داده تانستگی بعد گم شدگی شکستگی نه این بود بارون شد. بعد از سوره اقرا یک بند سوره اقرا گفتگی. بعد میبرد اینجا نام پسری همه اولیا قبول میدیم. بعد میبرد اینجا سال ساختمان 743. اگر یکی میگن که مثال دور سامانی، دیگری میگو دور تیموری، دیگری میگو دور قراخانی. اینجا گفته که 743 743 743 به میلادی گردانید 1342 43 بود درست میگیرد. برای همین سال میگوید 1342 43 به میلادیش بود درست میگیرد. آخه دوره اسماعیل ثانی بود که؟ نه دوره